گوهری در دامن زاگرس با حدود 500 کیلومتر مربع وسعت. مردمانی اشایر و عاشق، آریایی و بیریا، مسلمان به نور و مؤمن به آسمان، که مردان رشید و زنان صبورش نگینهای درخشان ایران زمین هستند. اشایر بختیاری سالها قبل از این هر 10 روز یک بار کوچ می‌کردند، ولی امروزه هر 6 ماه یک بار. غریبی دلگیر داره آخه فلنگ برگردن زنجیر داره فلنگ برگردن. تش و چاله، نسیم و نفس مادر، در گذر از تش روح است که توجه به خانواده را یادآور می شود. تش به چاله افتاده، یعنی فرزندان از درون خانواده می جوشند و تربیت می شود. درون بازی امروز کودکان فرداست که دختران همه تمرین مادری دارند و در نگاه پسر طرز و هیبت پدر پیداست. اگرچه ریشه پی آب می رود به سفر، به هر کجا برود باز می رسد به خودش. نه، ریشه از تنه اش دست بر نمی دارد. قشلاق، کوچ زمستانی بختیاری ها در دشت های شرق خوزستان است و ییلاق کوچی است در بخش های غربی 4 محال بختیاری. اشایر کوچ رو برای یافتن مراتع مناسب برای دامهایشان ییلاق و قشلاق می کنند. سبکبار سفر می کنند. بختیاری های دانا هزاران سال است که می دانند بسیار سفر باید تا پخته شود خام. به جرأت می توان گفت لباس های زنان و مردان بختیاری یکی از زیباترین تنپوش های ایران زمین است. اینجا آخرین نقطه تلاقی استان 4 محال و بختیاری است که ایل بختیاری در این نقطه به اولین منزلگاه قشلاقی خود یعنی چلو می رسد. غذا در حین کوچ از اهمیت بسیاری برخوردار است. غذاهای بختیاری یعنی تنوع، یعنی هر لقمه ریشه در طبیعت ناب دارد. اما در حین کوچ یا استراحتگاه ها غذاها بسیار ساده اند. 2 لقمه نان محلی، پیاز و سبزی و عشق، 2 استکان چایی برای در شدن خستگی ز تن کافی است. کنار آتش و کتری، مرور خاطره ها، همه برای همه کنار همه. ای آسمان، حواست های کجاست گرفته باز دل دختر قشنگ ایل؟ خبر به ابر بده تکه تکه جمع شود، که چکه چکه ببارد به روی روسری ما. که دشت تشنه، علف تشنه، بره بیتاب است، برای رویش سبزینه دره بیتاب است. ماناتهم و احدهم
خدایا طاقت بده خدا مر خدا طاقت بده دل هر دومونه دل هر دومونه